دوباره اومدم با یه آموزش خفن یا آهنگ شاد و جذاب از عارف، آهنگ کی بهترستو. ببینید این آهنگ هیچ ریتم و ستی نمیخواد، یعنی کلا از ریتم و سازهای خود پیشورز ارگ. آموزشایی که داخل پیج میذارم هیچ ریتم و ستی نمیخواد که شما ریتم و ستا رو داشته باشید. وارد منوی ریتم ها میشید، میرید منوی آخر با این چرخنده میشه بچرخونید. بریم منوی آخر، ریتم آخری رو انتخاب کن. این ریتمه، ولی ما زیر مجموعه دومشو لازم داریم. میزنیم روی دومی یا ریتم میخواد و وارد منوی سازها میشید. میرید داخل منوی پنجم، این جاز رو انتخاب میکنید. وارد منوی کروم میشید، کیو داتی، این وارد میشید. -100 رو روی سی کروم میکنید، یعنی منوی کوک ارگ. این بعد برمیگردید. همیشه قبل اینکه آهنگاتون رو بزنید حتما آکورد ارگ رو وصل کنید، خیلی آهنگاتون رو یکم جذاب‌تر میکنه. بریم آهنگش یه بار اجرا کنم بعد آموزش رو بهتون بدم. خب آموزشش به این شکله که بذارید نورش رو اوکی کنم من. خب از روی کلاویه ر شروع میشه. من یه بار آموزش میدم، شما اگه جای مشکل داشتید کلیپ رو عقب جلو کنید، من نمیخوام زیاد طولانی بشه. خب این تیکه اولش، قسمت بعدش از اینجا شروع میشه، از روی لا. حتما روی مکسا دقت کنید، مکسا رو نتونید بزنید آهنگ رو نمیتونید بزنید. حتما روی مکسایی که میذارم مثلا اینجوری، ببینید بعضی جا مکس بیشتر میشه، حتما روی مکسا دقت کنید. نوت آهنگ هم داخل کپشنه.